سلام میکنم به همه. امروز قراره درباره این سرای‌ها حرف بزنیم و یه سری از مشکلاتی که مثلا میشه پیش بیاد واسهتون با این سریع شارژر جدید. خود شارژر و یه سری هم داره. شروع کشید. قرار درباره همین حرف بزنیم، درباره سرای‌ها که مثلا چه انواعی دارن اینا. حالا چیزی که تو خونه ما هست اینا رو بهتون نشون میده. حالا شما هم اگه انواع دیگه داشتید توی کامنت بگید که حالا کدومش بهتره. بریم. اولین سرایی که حالا همه تو خونهشون دارن از این محافظا واسه تلویزیون و یخچال و بیشتر به همین شکل دیگه. کلا به همین شکله که سرایی‌ها یا محافظ دارن یا ندارن، یعنی کلا به صورت ساده است. میزنید تو برق و روشن میشه. حالا اگه شارژرتون مثل این باشه خب مشکلی ندارید، شما هر جایی برید تو ایران میزنید. اگه این شکلی باشه شما مجبورید اینو یا تهیه کنید یا توی جعبه گوشیتون باید باشه که به این شکل بس میشه و میتونید استفاده کنید. گوشیتون اینا یه دونه کابل داره معمولا، ولی مثلا چیزای جدید تری هم اومده مثل این کابل که یه سری داره، 3 تا سری دیگه که واسه شارژ کردن 3 تا گوشی مختلف، تایپ سی، اندروید و آیفون. خب اینا میتونن مشکلتون رو حل کنن یا به صورت کلی، ولی محصول جدیدی اومده، حالا خیلی وقت اومده، حالا شاید شما هم دیده باشید یا نه. جدید خریدم الان بهتون نشون میدم. خب من اینو جدید خریدم، این سرای جدیده. جوری که میبینید حالا شکلش فرق داره ولی کلا همون استفاده رو میشه ازشون کرد. یا مثلا به این شکله یا مثلا سیم دارن، میتونید مثلا ببرید یه سمت دیگه خونه. حالا دوستشم این شکلی باشه و اینو من دست دوم خریدم. الان قیمتش حدودا 550 تومان در همین حدوده. انواع مختلفی هم دارن از اینا که اونا مثلا تایمر دارن، اونا یه مقدار گرونتره تا 1 تومان هم میره. خب مثل همه چیزا اینم یه دکمه چیز داره، خاموش روشن داره و یه LED حالت واسه شب داره. چیز باحال خوبیه. بعد دیگه شما نمیخواد دیگه چیز تبدیل میگیریم، فقط شارژرتون باشه میتونید باز کنید و استفاده کنید. فقط یه نکته که وجود داره، این قسمتش هم آهنی، یعنی اگه پلاستیکی باشه نمیتونید استفاده کنید، ولی مثلا میتونید بذارید، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. همون چون هم پلاستیکی باشه، چون اینو اینجا بذارید آب میشه. خب حالا استفاده دیگه که خیلی بهتر شده و راحت‌تر دیگه، فقط این کابلو شما نیاز دارید. حالا چه اندروید باشه چه تایپ سی یا آیفون و همینا. واسه آیفون چه کسی بود، واسه آیفون 20 وات پشتیبانی میکنه این وسط. واسه تایپ سی حالا فرق دیگه نداره، فقط این کابل میخواد میزنید و شارژ میشه. این پرسرعتشه 18 وات و پایینم که 4 حدودا این طرف هم میده. کلا چیز باحالیه این، کنم راحته. بعد یه مزیتی هم این داره، میتونید شما چند تا کابل با هم بزنید توی برق و همیشه آماده است، فقط باید گوشیتون رو بزنید. و یه مزیتی که اینا دارن همینه،
میشه به نکته نظر گرفت، ولی نکته بعدش اینه که شما در نهایت مجبورید برید یه دونه از این سری‌ها واسه گوشیتون حتما بخرید، چون ممکنه جایی برید که از این سرایی‌ها وجود نداشته باشه. حالا سرایی‌های دیگه هم هست اینجا میذارم که به نسبت خیلی بالاتره و خب کارهای بیشتری هم مثلا دارن، پورت‌های USB یا اومده به بازار، اونا یه تومنه. به این شکله که این سریه و 4 طرفش هم پورت USB و اندروید و تایپ C داره و بالاش هم جای این سریا که بخوره بهش. عکسشو میذارم این بغل. کلا الان جنسایی که واسه به صورت کلی میشه گفت که این وسیله کار رو راحت میکنه. اگه مثل این خریدید که دیگه خیلی راحته، فقط باید بردارید بذارید توی کیفتون و برید به اون مکان هر جایی که هست. یه نکته دیگه هم که هست، اگه گوشیتون آیفونه از 12 به بالا که اسمش اینو باید یه دستگاه سوا بخرید واسش که شکلیه. کلی میشه که واسه سامسونگ و شیائومی و نوکیا و اینا این سرایه بهتره و آیفون حالا شما نمیخواید چیز سوا بخرید یا یه دونه از این پاور بانک هایی که میتونه متصل بشه به گوشی که آیفونتون رو بذارید. در کل واسه آیفون 12 به بالا اگه بخواید از اون امکانات استفاده کنید کلا باید یه قطعه اینجوری بخرید. حالا شکل‌های مختلف داره و خودتون هم بهتر می‌دونید. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو و اینکه محصول ارزونتری هم حالا نسبت به این توی بازار میتونید پیدا کنید. توی کامنت بنویسید که شاید من بعداً بخرم. و آنباکسینگ چون دست دومه جعبه و اینا نداشت راستش این بزنم نمیرسه که بهتون بگم ولش کنید، بخوام هی توضیح بدم هی کش پیدا میکنه. خب امیدوارم که این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی که احتمالاً ولاگه. خداحافظ.